با عرض سلام و درود خدمت همه اعضای دل. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز آخرین روز و آخرین لحظه سال 1404 و قراره که چند دقیقه بعد دیگه بریم به سال جدید، سال 1405. خیلی خوشحالم که به خوبی و خوشی و سلامتی سال 1404 تمام کردیم و آرزو دارم که سال جدید هم کنار هم شاد باشیم، سلامت باشیم و آرامش داشته باشیم. امروز هم خیلی هوا خوب بود، خصوصا هوای بارانی که من خیلی دوست دارم. یعنی دیگه به خوشی تمام شد هوای مورد علاقه من و اینکه کلا سال خیلی خوب بود. فعلا هم چون در خیابانیم خیلی سر صدای مردم زیاده، معذب شدم نمیتونم زیاد گپ بزنم و خواستم که برم برای خود کمی خرید کنم، چون همیشه من در سال نو همه چیز خود از نو میکردم، از لباس گرفته تا همه چیز، ولی انسان متاسفانه بخاطر بعضی شرایط ها نشد و بازم خواستم که برم چیزایی که میتونم را بخرم. انشالله با هم هستیم، بریم ببینیم که چی پیدا میکنم. الذين قالوا ربنا مغازه حاجی دستشویی است. برو گریه کرده سالگردی تنها بودن. خب دوستای عزیز، امروز اولین روز سال نو سال 1405. امیدوارم که به خوبی و خوشی همه ما شما آغاز کنیم سال قبلی، یعنی سال 1404 هم به خوبی و خوشی گذرانده باشید. اینی هم از لباس جدیدم رفتم دیروز خرید کردم دیروز شام و دوست داشتم که وقتی سال نو باشه بیرون باشم. سال تقریبا ساعتی 6 و 15 دقیقه فکر کنم که سال نو شد، سال تحویل شد و خوشحال بودم. امیدوارم که تا آخرم خوشحال باشم، چون من خودم شخصا خیلی اعتقاد دارم دیگه و روزی سال نو هر رقم که بگذره تا آخر فکرم که تا آخرم تو بگذره، چون اگر خوش باشیم خوشحالیم و اگر غمگین باشیم ممکنه تا آخر غمگین باشیم، که خدا غم را دور کنه از همه ما و شما. و اینکه سبزه گرفتم و امید است که وقتی همه ما و شما سبز باشه مثل سبزه قشنگ و خیلی دوست داشتم، خیلی خوب شه از نظر از من. و شنبه گرفتم 1405 و اینالی همه با هم شنبه فوت کنیم و سالی نو را آغاز کنیم. به امید موفقیت، به امید پیروزی، به امید سلامتی همه ما و شما امیدوارم که به خیر و خوشی بگذره و یک خاطره به یاد ماندنی داشته باشیم و قراره که سال دیگه ای که انشالله سالی بعدی را آغاز کنیم و امیدوارم که از خاطرات های خوبی این سال قصه کنیم. انشالله که سال پر برکتی باشه. ای به هر صورتش و اینکه با اختلاف این سال از خانواده از دوستا دوریم. متاسفانه به خاطر شرایط امنیتی ایران خیلی وقتا دقیق امروز 3 هفته شد که از همه دوستا خانواده کلا بیخبریم. فهمیدم که چقدر سخته دور بودن، ارتباط نداشتن. قبلا
حس نمیکردم چون همیشه در ارتباط بودیم از طریق فضای مجازی، اما این بار کلا ارتباطات قطع و خیلی دلتنگ شدم. برای آدمایی که حتی فکر نمیکردم دلتنگ شدم چون ارتباط نیه و کلا از هم دیگه دوریم، از هم دیگه بیخبریم. اینقدر ما به اینترنت وابسته شدیم، عادت کردیم، حتی همه چی ارتباط به اینترنت داره که آدم بدون اینترنت فکر نکنه که اصلا کوره کره از دنیا، از جهان، از کلا بیخبره. قبلا در هر کجا که هر اتفاقی مفتاد در دقیقه همگی خبر میشد، اما متاسفانه فعلا چون اینترنت نداریم خیلی سخته و ای که بیشتر آدم قدر دوستا قدر خانواده رو بیشتر میفهمه. خودم دیروز میخواستم برم زنگ بزنم در خانه، البته چند روز پیش هم زنگ زدم چون خیلی مصرف زیاده برابر نمیشه خدایش و ای که چون اینترنت نیه ارتباطاتم که قطع کمی مفلس شده. دیگه دوست داشتم که پولای خوره خیلی با صرفه مصرف کنم اما نمیشه چون عادت کردم. و این مدتی که پولم کم بود هی دلم به هر چیز ما دوست داشتم که بگیرم. دیروزم رفتم خرید کردم، خریدی سال نو و کلا پولم تمام شد. اینال حتی مقدار پول پیشم نیه که برم بیرون. البته خدا شکر بعض دوست هسته که اگر اشی بخوایم میدیه و بازم خیلی سخته. نمیفهمم که اصلا کی میتونیم به اینترنت وصل شونیم. امیدوارم شرایط ایران بهتر شونه و ما بتونیم به اینترنت وصل شونیم، ارتباطات برقرار شوه و کارا شروع کنیم چون خیلی وقتی که از کارم عقب ماندیم و یکی چند مدت شده کلا بلاک نگرفتم. اصلا نمیدونم که امو گپ دلخورت چی رقم بیان کنم به هر صورتش و یکی حتی نفهم که ای بلاگ را نشر کنم یا نه. شاید ممکنه که از سال نو خیلی وقت بگذاره تا به اینترنت وصل شدیم بدون نشر کنم. اصلا نفهم، ولی دوست داشتم که بگیرم و این چند مدت واقعا خیلی سخت گذاشت بخبری از خانواده دوستا و امیدوارم که در هر جا که هستن سلامت باشن تا جایی که تانستیم خواستیم احوال سلامتی بدیم. اما چون مصرف زیاده آدم نمیدونه که هر بار زنگ بزنه تا ما خودم شارژ زیاد میگیرم هم تا زنگ بزنم مثل که آدم خیلی مودبه دنبال یک چیزی تا میخوای که برسه دیگه نمیتونه که دسترسی به او داشته باشه. عمر رقمه و بیشتر فهمیدم که باید قدر دیگه بیشتر بفهمیم و این سال تنها بودم، سال نورم تنها آغاز کردم. امیدوارم که تا آخر رقم پیش نره. دوست دارم که دوستاخ ببینم، خانواده ببینم و تنها نباشم. تنهایی سخته واقعا و امیدوارم که در کنار آدمی که همراهیم حال دینم همراهش خوبه باشم. همین. اصلا نمیفهمم که ما چه بگم چون اینقدر دیر شده گم نستم کلا گپایم یاد دیمارای غم و عذاب شدم. به هر صورتش امیدوارم که سال را به خوبی و خوشی آغاز کنید و تا آخر سال هم به خوبی پیش بره. دیگه خیلی دوستان دارم، انشالله که بتونم که این ویدیو را به زودترین فرصت نشر کنم و خیلی سال نو نگذره و امیدوارم بتونم که به اینترنت وصل شدم تا ارتباط برقرار شد چون واقعا خیلی 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 دلتنگ شد.